یه پسر مشغول غذا خوردن داخل سلف مدرسه است که ناگهان یه چیز عجیب داخل دهنش حس میکنه. پسر چیزی که حس کرده رو از دهنش در میاره و در کمال تعجب متوجه میشه یه دندونه. اما نکته وحشتناک اینه که دندون متعلق به خودش نیست. اوضاع حتی از اینم بدتر میشه وقتی که اون غذا رو زیر و رو میکنه و یه چشم انسان داخل غذاش پیدا میکنه. بقیه دانش آموزا وقتی میفهمن غذاشون از گوشت انسان درست شده به شدت وحشت زده میشن و از سلف فرار میکنن. نیروهای FBI به سرعت به مدرسه میان و بعد از بررسی غذاهای داخل آشپزخونه متوجه میشن کل غذاها از کنسرو هایی که از گوشت خرد و تکه تکه شده انسان پر شدن درست شدن. وقتی FBI انبار شرکت کنسرو سازی رو بررسی میکنه بقایای انسان های بیشتری رو داخل کنسرو ها پیدا میکنه و نتیجه میگیره این کار یه قاتل سریالیه که میخواد از شر جسد قربانیاش خلاص بشه.